امروز داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، یه متن دیدم، گفتم واسه شما هم بخونم، شاید براتون جالب باشه. نوشته بود که اوضاع این مملکت دیگه درست نمیشه، ما هم دیگه حالمون خوب نمیشه، پس بپذیر و آروم بگیر. تو کپشنش هم البته نوشته بود خودتو گول بزن رفیق. ببین من نمیتونم خودم گول بزنم، نمیتونم بپذیرم، نمیتونم آروم بگیرم، شما رو نمیدونم. خوش اومدی به فلکس باکس. آقا بالاخره شد. ما تونستیم. ما با درآمدی که تونستیم از یوتیوب تا الان تا 12 تا اپیزود داشته باشیم تونستیم که یه خونه بخریم. از این به بعد هم اگه خواستید که راههای موفقیت و درآمدزایی تو یوتیوب راحت‌تر طی بکنید، میتونید عدد 10 رو برامون کامنت بذارید. ما خیلی دقیق و سریع بهتون راهنمایی می‌کنیم که چطوری فقط توی 12 اپیزود و 12 تا ویدیو پشت هم نتازه. آره پشت هم نتازه. بتونید یه خونه بخرید. فاصله تقریبا. آره. خب قطعا باور نکردم. متاسفانه. ولی همونطور که مستحضر هستید میبینید که ما حالا فعلا یه لوکیشنی به سر و سامون رسیدیم. گیر بیاریم، چون دیگه ویدیو گرفتن توی ماشین خیلی سخت میشد. توی این هوای 30-40 درجه و حتی شاید بیشتر هم خیلی سخته. تو ماشینم که میشینی حتی دما بیشتر هم میشه دیگه. این داستان هست. به یه جایی داشتیم میرسیم تو تابستون داشت شیشه‌های ماشینت بخار میکرد. نه اون که فکر نکنم ولی حالا ولش. آره بخاره مال چیز دیگه ایه احساس میکنم. نه شدنش که میشه همینج معمولی هم بشینی تو ماشین، فعالیت خاصی نکنی. مطمئنی؟ خیلی خوب. خب اون حرفی که می‌خواستی بزنی اون چه خبر رو من نگو، دوباره مثل اون قسمت بهت میگم و دست خبر؟ نه میگم که چیکار کردی، چطوری و اینا میگم. آره یه هفته‌ای تعطیل بود تقریبا کل مملکت. اون که آره. چیکار کردی تو این هفته؟ من که بهتر نگم چیکارو کردم چون که آره ولش کن بگذریم از اون، چون آره من یه مریض احوال بودم و آره من یه موضوعی بود برام، یعنی تو ذهنم که داشتم همینجوری میگشتم دنبال این که راجع به چی حرف بزنیم. راجع به مال زمان همون آخره آذر اوایل دی بود که آخرین ویدیوهامون رو داشتیم میگرفتیم. اینو میخواستم موضوعی باشه که تو ویدیو جدید صحبت کنیم که دیگه نگرفتیم. عادت ندارم به این. نمیدونم چطوری نشستن خوبه. امیدوارم که اینجوری اوکی باشه. بعد نمیدونم چرا این موضوع تو ذهنم بود، احتمالاً چون اون موقع سال مادر بزرگم بود، داشتیم احتمالاً به خاطر مراسم‌ها مثلا جوی که اون موقع توش بودم این تو ذهنم بودش. این موضوع حالا خیلی تو فرهنگ ما هستش، یعنی حس می‌کنم شاید جاهای دیگه کشور غربی‌تر مخصوصاً یه ذره این موضوع براشون کم رنگ‌تر باشه، ولی این احترام به بزرگتره برای تو چه مدلی بوده؟ یعنی یه موقع‌هایی منو خیلی اذیت کرده که من چرا باید اینقدر مثلا به این آدمی صرفاً چون که بزرگتره احترام بذارم؟ یا ببین من یه جمله‌ای که حالا مثالای دیگه‌اش هم میگم ولی خیلی اینم خیلی باحاله که ما دقیقاً به یه چیزی من می‌خواستم اینو اضافه بکنم تو ویدیوی قبلی. و تو اومدی گفتی که بیا راجع به این صحبت کنیم و برام خیلی جالب بود که ما جفتمون به این نتیجه رسیدیم، به این موضوع که آره این احترام به بزرگتر و این داستانا. یه جمله خیلی قشنگی من شنیدم، این بود که احمقا هم پیر میشن. منطقه. پس دلیلی نیست که یعنی خیلی آره چون بزرگتر از تو، چون سنش بیشتره، چون عمر بیشتری کرده، چون بیشتر از تو دور خودش لایق احترام بیشتری هم هست. نه اصلا از این خبرا نیست به نظر من. شبیه ترامپ نشسته. دیدی تو ویدیوهاش اینجوری میشینه؟ تا فوشم نمیاد. الان نوکار رای تو زنگ میزنه. بعد آره منم خیلی قبولش ندارم و دلیل بر این نیست که آقا صرفا اگه یکی سنش بالاتره تو احترام بذاری بهش و یه چیزی مرزای خودتو در واقع بشکنی یه جورایی، یعنی یا حتی نشکنی، نمیدونم دقیقش چطوری بگم، ولی منم خیلی قبولش ندارم، مخصوصا الان توی این روزگار جمله بندیم یه ذره هنوز چون به محیط جدید عادت نکردم. نور میزنه تو چشت خرابت کرده. نروسم خیلی چوسی.
جمله بندیه رو نتونستم درست بگم، ولی توی این شرایط همین الانم خیلی اینو بیشتر درکش میکنم و ترجیح میدم منم خیلی دیگه از این به بعد به هر کسی که صرفا سنش از من بالاتره احترام نذارم. آدما اگه میخوان احترام بگیرن باید اول احترام بذارن. باید لایق احترام گذاشتن باشن. باید خیلی از قبلتر یه سری کارا رو به نظرم اگه آدمی که میشناسیش باید یه کارایی کرده باشه که آقا تو بهش احترام بذاری دیگه، وگرنه اینطوری که اگه هر غلطی خواستی یه نفر بکنه چون بزرگتره و فقط تو به روش بخوای بخندی و صرفا همون به خاطر اینکه بزرگتر و سنش بیشتره بگی بله چشم هر چی شما بگی. من میخوام یه ذره چیز سرش کنم، یعنی یالا ببینیم بیشتر توی روزمره مثلا بچه‌ها تو کامنت ها بگید من اینجوری میشینم خوبه اینجوری نشستی تو سبک جدیدیه. مثلا تو مترو اتوبوس اینا اگه یه بزرگتری باشه آیا جاتو بهش میدی یا نه؟ ببین من خیلی آدم اسپایت لایت افکت داری هستم متاسفانه توی مترو مخصوصا. ترجیحاً همه دارن نگاه میکنن. ببین اگه ببینم مثلا مترو 2 تا جای خالی هست و یه سری آدما هستن که سر پاهن و منم سر پاهم، ترجیح میدم اونا میرم میشینم من وایسم. متاسفانه خوشبختانه مدلم اینجوریه. پایا فکر کن که تو مثلا یه ایستگاه خلوتی نشست بوده و صندلی هیچکی نبوده تو یهو شلوغ میشه و تو نشستی آره و مثلا یه سری آدم دیگه اومدن تو مترو، این شکلی به سناریو نگاش کن. به سناریو نگاه کن. بستگی داره به حال و روزم و اعصابم واقعا. راستشو بخوای اگه حوصله نداشته باشم اعصابم از زمین و زمان خورد باشه نه بلند نمیشه. حالا اینو نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت هرچی. من خودم همین مدلی هم، یعنی هم یکم به حال و روز اون موقعم یه ذره به مود اون موقعم ربط داره که مثلا چه واکنشی نشون میدم چی کار میکنم. و یه چیز دیگه که خیلی بهم دنده میده اینه که اون آدمه مثلا آدم مسنه که اومده مثلا جلوی من وایساده چه شکلی داره به من نگاه میکنه. اگه نگاهش این مدلی باشه که تو نگاهش این توقع رو میبینی که توقع داره من الان بهش احترام بذارم و بلندشم این بشینه نه منم اینجوری نیستم. تو مخم منم آره موافقم با اینو کاملا. این ببخشید واسه حرفت این چرا مارک نداره؟ من اسپانسر برنامه رو چطوری اعلام بکنم؟ چون مارک چون که چیز نبود دیگه پول گرفت ازمون تبلیغ نمی‌کردم ازش. آها قبلی‌ها پول نگرفتن آخه از اون. باشه اوکی. یه بار بریم. من معذرت میخوام حرفت یادت نره بریم برگردیم. خب ما برگشتیم خیلی یهویی. یه وله هم دیدی شما مثلا. داشتم میگفتم این توقعه و مثلا اینکه اون آدمه الان انتظار داره از من که من بلند شم و اون بخواد جای من بشینه صرفا چون بزرگتره، نه این تو پام نمیره. این یه ذره منو اذیت میکنه، مخصوصا چه میدونم مثلا تو جاهای حالا شما فکر کنم خانواده‌تون خیلی کم جمعیت تر از ما مثلا. آره ما خانواده‌مون خیلی جمعیت خانوادگی، یعنی مثلا سمت فامیل مادرم خیلی جمعیت زیاده. بعد یه موقعی مثلا مهمونی چیزی هستش حتی ممکنه جا کم بیاد، یعنی یه سری ما مجبور باشیم رو زمین بشینیم. آره بعد اینجا مثلا یه خورده این شکلی میشه که خب مثلا تو نمیتونی مثلا تو بشینی دایت مثلا وایسه که دایت مثلا بره رو زمین بشینه که اصلا این اتفاقا اگه بیفته مامان سری چش خوره میره. آره دیگه پاشو دیگه پسر چقدر یعنی چوره این چه پسریه من تربیت کردم پاشو دایت جان بشینه. ولی مثلا خب اونورم میبینی مثلا چه میدونم پسرخاله کوچیکه مثلا نشسته آدم پسرخاله‌ام ببینه پسرخاله کوچیکت مثلا اونور نشسته خب چرا اون باید بشینه من به من میگه بلند شه، خب به اون بگو بلند شه دیگه. یا ببین این مسئله که شما دارید و من نمیتونم درکش کنم. آره این که من به خاطر این مسئله این موضوع نیومد سراغم. فکر کنم مثلا تو مراسم ها مثلا مسجد و اینا که میرفتیم واسه مادر بزرگم اون موقع مثلا اومد تو ذهنم اونجا مثلا یه چیزی رفته بود تو مغزم که تو مسجد که همه رو زمین میشینن که نه ما مسجد ناین که رفته بودیم صندلی داره مسجد واسه صاحب عزاها صندلی گذاشتن، یعنی مثلا یه 12 تا صندلی ماهایی که مثلا صاحب عزا. نه البته راست میگی همه مسجدات که رو زمین نیست. الان منم که فکر می‌کنم نه صندلی داره راست میگی دور تا دور صندلی میچینن. من یه ذره فکر کنم خیلی وقت مسجد نرفتیم یادم نمیاد ولی آره فکر کنم درسته رو زمین ذهنم رفت تو خاطرات کودکی این زمینه اومد. ولی این آخریام که یادم مثلا
نصندلی بود. حالا مهم نیست، خیلی بحث جذابی هم نیست. آره. خب این مسئله‌ای که تو داری، خب الان به نظرت راه حلش چیه؟ باید تو پاشی آخر سر یا نه؟ من خودم کاری که میکنم اون لحظه بلند میشم که مثلا دایم بشینه، ولی سریع تا یکی بلند شه من دوباره میرم میشینم جاش و دیگه مثلا خودم میزنم به کوچه علی چپ که مثلا یکی دیگه که کوچیک‌تره مثلا باشه. یا مثلا من حالا با پسر خاله‌مو که مثلا مثال زدم، با پسر خالم خیلی مثلا دوستین چرت و پرت میگیم همش. من برام وایسم یه گوشه، پسر خالم میاد بغل دست من وای میسته. بعد این شکلی هم که خب اوکی تو اینجا وایسیدی پس من برام بشینم. من با این مشکل اینکه این فکره به هر حال اعصابتو سرویس میکنه. آره. و میاد سمت تو هر حال. آره حالا چه پاشی چه پا نشی چه هر اتفاق دیگه ای بیفته. چرا اینجوری؟ یا مثلا آدم یه چیزی که مثلا فکر کنم اینو خیلی رفته بود تو مخم، رسم و رسوماییه که مثلا اونجا تو ناین که بودیم این آدم بزرگا در می آوردن که الان سال بعد اینجوری کنید، مثلا اینجوری باید پذیرایی کنید، این کارو کنید. اینا که اصلا من نیستم. خیلی میره تو مخم. این مثلا یکی از چیزایی بود که خیلی تو مخم بود دیگه. من خیلی مشکل دارم. مثلا ما باید به حرف این آدم گوش بدیم. منم با اصلا مخصوصا مراسم‌های ختم و عزاداری ایران خیلی مشکل دارم. اونم با بیشترین چیزی که مشکل دارم اینه که آقا تو اون وضعیت اعصاب نداری، حال خوبی نداری، بعد حواست باشه که آقا مثلا فلانی یه سیخ کباب مثلا یه وقت خدای نکرده بهش نرسه فردا تو فامیل پر کنه که آره اینا تو مراسم عزاداریشون به من یه سیخ کباب ندادن، نهار درست غذا نتونسته بودم بگیرم پخش کنم. آره اینا رو اصلا بر نمیتابم واقعا. بعد تو فیلم‌ها دیدم، نمیدونم واقعیت داره. من معمولا ترجیح میدم دبل چک بکنم این چیزا رو، ولی اینو حالا مطمئن نیستم. ولی تو فیلم‌های حالا آمریکایی دیدی معمولا تو مراسم‌هاشون بقیه غذا میارن. تو مراسم عزاداری اینا. آره مثلا این هر کسی یه غذایی میاره اونجا و اصلا اینطوری نیست که خب حالا پاشیم بریم تالار فلان. خب این هفته‌ای که واقعا تو چیزی داری بگی یا من باز ادامه بدم؟ بگو. من دارم، تو بگو. خب تو بگو. نه دیگه من اینو گفتم. من امروز اومدم حرفای تو رو ادامه بدم. خیلی قسمت قبلی من خیلی حرف نزدم، اینجا میخوام چون امروز هنوز لود نشدم به یه دلیلش هم اینه که نخوابیدی از دیشب. نه خوابم که کم بوده. معلومه. نمیدونم. آره خوابم که کم بوده، این که هیچی. و اون مریضی هم که گفتم داشتم یه ذره این هفته خسته بودم همچنان یه ذره همراه هم هست. اگرم ما یه ذره شاید نمیدونم به هم ریخته ایم، نمیدونم خاکیم، من سعی کردم که مشکلاتو برطرف کنیم، چون داشتیم قبل از اینکه ویدیو رو بگیریم اینجا اصلا مناسب ویدیو گرفتن نبود، ولی همین که یه 4 دیواریه بازم خوبه. ما تونستیم یه سری چیزا رو جابجا بکنیم و تو حد توانمون یه فریم نسبتا مناسبی برای ویدیو جور بکنیم و مخصوصا اینو خیلی دوست دارم. نکن مادر بزرگم. روح مادر بزرگم آزاد بشه. آره خاکستر روحشون شاد این توه. حالا ما از قسمت‌های بعدی اگه کامنت‌ها بره بالاتر قرعه کشی می‌ذاریم، می‌ریزیم این تو، از توش اینطوری هم می‌زنیم لابلای خاکستر. 100,000 تومان می‌تونیم گیو اوی کنیم. در $100. ما وقتی تونستیم با اگه 11-12 تا اپیزود خونه بخریم یه $100,000 چه $100 میدیم. خب من مسافرت بودم این چند روزه رو که تعطیل بود. خب من مسافرت خوبی هم بود، خوش گذشت. کجا رفتی؟ رفته بودیم کندوان سمت تبریز. کندوان یه دونه تو شمال هم تونل کندوان. آره یه روستای کندوان اونجاست که مثلا تهران میرن آش میخورن برمیگردن. آره یه دونه هم تو تبریز داریم کندوان. مثلا یه ساعت با تبریز سر. من فکر کردم رفته بودی شمال. نه خب سمت تبریز بودش. بعد یه دفعه خیلی بچه‌تر که بودم، فکر کنم من اصلا مسافرت نمیرم، خیلی بده. 12 سال پیش رفته بودیم. چقدر بد گفتم. 12 سال پیش بود. اون موقع رفته بودم، یه مسافرت خوبی هم بود. اون موقع هم که رفتیم با عمو آمینا بودش، رفتیم یه هفته تقریبا رفتیم تبریز و ارومیه و شبستر با کندوان. این 4 تا شهر همینجوری بین این 4 تا چرخیدیم، یعنی هی شهر به شهر عوض می‌کردیم دیگه. شبستر رو یه جوری گفتیم انگار مثلا من رفتم 20 بار اونجا و اصلا میدونم یه شبستر همراه من هست که فقط میدونم ما از اونجا میایم، ولی تو عمرم تا حالا نرفتم. بعد یه چیزی که تو راه خیلی سعی کردم که باش ارتباط بگیرم، رختکن بازنده که تو خیلی گفته بودی، سعی کردم تو راه 1-2 تا اپیزودشو گوش بدم. پشت فرمون نبودی؟ نه موقعی که پشت فرمون نبودم گوش دادم. هنسفری میذاشتی برای خودت. بعد چون خوبه تو ماشین نذاشتی تو راه. آره.
یکی از چیزی داشته باشه ولی حال بدی به هر حال بعضی چیزاش میده دیگه. خب نه اوکی بود به نظرم. کدوم اپیزودش شدی دیگه؟ یکیش رامین پرچمی و نصفه گوش دادم. او رامین پرچمی تنها اپیزودی بود که من کامنتم براشون گذاشتم که اومدم گذاشتم روی نیم یا 8/10. که بفهمی چی میگه. خیلی تند حرف میزنه. اصلا متوجه. من همه اپیزودا رو میذارم روی مثلا 1 آره 1:25 1:02 اینا، ولی اینو گذاشته بودم رو نصف نمیفهمیدم چی خیلی تند حرف میزد. و یه اپیزود دیگه که برام جالب بود اپیزود زهرا نعمتی بودش. کدومشون بود؟ زهرا نعمتی اون خانم است که تیراندازه فهمیدم. آره من متوجه شدم چون یه دفعه دیدم زهرا نعمتی رو نزدیک. اون تایمی که تیراندازی کار می‌کردم خیلی نرد بودم تو یکی از مسابقه‌ها که رفتم. خیلی دارک از دست داده پاشو. خیلی آره واقعا. چقدر واقعا عجیب. آره. فکر کن پاهاش که سالم بوده هم قد ما بوده. 177 8 بوده قدش بلند بوده. آره قد بلند بوده. بعد من تو یکی از مسابقات تیراندازی که رفته بودیم، مسابقات آماتوری بود، مثلا ما تازه کار بودیم اومده بودیم، زهرا نعمتی هم مثلا اومده بود اونجا، مصدق اوقاتش شده بود، قشنگ اومده بود اون بالا نشسته بود داشت چای می‌خورد، مثلا ما رو نگاه می‌کرد. قشنگ معلوم بود که انگار به زور آوردنش که حالا مثلا بیا الهام بخش این جوان‌های مثلا جویای نام باش. حوصله‌تون رو آره خیلی حالا خیلی نبودمون. آره بعد تو اپیزود هم زهرا نعمتی یه چیزی گفت، یه آقای نمیدونم اسمش چی بودش، سیاوش صفاریان پور فکر کنم. آره سیاوش صفاریان پوره درست. اون بود فکر کنم. پرسید که این پروژه سفر یک طرفه به مریخ آیا اگه باشی انجامش میدی یا نه؟ بعد خیلی برام جالب بود که دوست داشتم که یه دونه سوال آخه در یادم اومد که قرار بپرسم ازت، نوشتم اینم من ازت بپرسم بعد از این. خب تو الان داری میخوای از من بپرسی اینو که چجوریه نظرت؟ آره چجوری اگه مثلا اگه حاضر بودی اون موقع چیز کنی، ثبت نامش کنی و مثلا چالشاشو پیش بری و بتونی انجامش بدی؟ من نه ثبت نام نمیکنم. ثبت نامش نمیکنم. نه میدونی چرا؟ برای اینکه من روی این زمین هنوز خیلی جا نرفتم. خیلی ربطی نداره. چرا ربط داره؟ من هنوز خیلی چیزا روی این کره زمین نمیدونم چیه. اصلا نمیدونم چه خبره. خیلی جاهاشو نرفتم. هنوز آدما رو نمیشناسم. بخوام برم مریخ که مثلا چی؟ به نظرم مناسب من نیست در حال حاضر، مخصوصا سفر یه طرفی که بخوای بری دیگه معلومه نیست. مسافرت تو کل بخوای رو زمین کل مثلا کشورهای مختلفو بگردی و هستی کلا دوست داری اینو؟ ببین من همین الان بود گفتم من کلا کانسپت مهاجرت رو هستی. الان جوابتون میدم کامل. من کلا خیلی آدمیم که خانواده‌ام اهل سفر نبودن، نیستن. خیلی کم سفر رفتم و بیشتر سفرهایی هم که اخیراً رفتم خودم رفتم. با خانواده نبودم. رفتیم فکر کنم پارسال با هم رفتیم. با هم دیگه رفتیم. چقدر جای جدیدی مثلا رفتیم و هم شمال تیپیکال. تجربه جالبی بود. ببین من دوست دارم. آره من اصلا تجربه جالبی بود این. ببین من اگه یک روزی خیالم از خیلی چیزا راحت باشه، زندگی میاد ذره بیفته روی روال و قلتکی، من دوست دارم ایرانو بگردم کلا. اول از همه ایرانو دوست دارم بگردم، بعدش برم سفر خارجه. خب مثلا مهاجرتم دوست دارم. یعنی کانسپتی هست که بهش فکر کنی؟ هر روز بهش فکر میکنم تازگی. شاید باورت نشه ولی این که به کجاشو نمیدونم. خیلی مهمه اینم که بدونی به کجا رو ببری. جدیدن که خیلی بهش فکر میکنم. آره. این کانسپت این دل کندن از خانواده از روی دردی بود. آره. کانسپت من مشکلی ندارم باش. من دوست دارم. آره من دوست دارم مستقل باشم کاملا. تنها چیزی که برام رفرنس خورد به اپیزود 1 فلکس باکس که داشتیم راجع به خونه مجردی و جدا از خانواده بودن. اپیزود 1 نبود. 1 نبود. فکر نکنم. تراپی و خونه مجردی ما اینا بود اپیزود 1. تراپیشو یادم ولی خونه مجردیشو چرا فکر کنم همین اپیزود. حالا مهم نیست. حالا اوکی. آره من مستقل شدم، مشکلی ندارم باش. مستقل من خیلی برام سخته مهاجرت، مخصوصا دل کندن از اینجا و خونه و خانواده برام خیلی سخته. یعنی اینجا برام خونه است هر کاری هم که بکنم. یعنی الان اینجا منظورت متوجه نمیشم. تهران. خب نه ارقه به وطن داری مثلا؟ منظورت اینه؟ نمیدونم اسمش چیه ولی تهران رو دوست دارم من. یعنی مثلا مسافرت، حتی یه مسافرت مثلا تو خود ایرانم که میرم، این از رو دوگم بودن نیست؟ نمیدونم فکر نکنم. یعنی شاید خیلی جای بهتر از تهران هم وجود داشته باشه که ندیدی.
این مثلا مسافرت هر جایی که رفتم، مسافرت فرق داره. حتی جایی که خیلی بهم خوش گذشته، مثلا بیشتر از 5 روز 6 روز شده این شکلی بودم که من دلم میخواد برگردم تهران. ببین من یه جمله‌ای رو بهش خیلی اعتقاد دارم، اون اینه که ما مسافرت رفتنامون اشتباهه. ما مسافرتمون رو به روش درستی انجام نمیدیم خیلی وقتا. یعنی ببین اولا که از دل تجربه کردنه خیلی همون میترسیم. اکثر خانواده‌های ایرانی تا جایی که من میدونم میرن مسافرت، یه جای تکراری میرن، یه جایی دیگه ول میکنن استراحت کنیم، مثلا بیافتیم اینجا، حالا یه هوایی هم میخوریم و یه جوجه‌ای هم هست حاضر میکنیم میخوریم و اینا. مثلا نمیرن طبیعتشو همه جوشو بگردن، نمیرن آشپزی بکنن اونجا. طبیعت گردی یه ذره سخته قبول خب دیگه این سفره. خب من خودم اینقدر سختیو نیستم، یعنی شاید مثلا یه دفعه دلم میخواد یه کمپ برم تو جنگل، ولی تیپیکال مسافرت هم دلم نمیخواد. ببین من قبلا که مثلا یه ذره بیشتر از تهران خارج میشدیم خیلی با این مشکل داشتم که خب من تو طول هفته خسته شدم، این هم مثلا کار بوده و فشار بوده اینا، آخر هفته میخوام برم استراحت کنم، ولی آخر هفته هم ما باز داریم میریم یه جا تو خونه این که نه باز داریم کار انجام میدیم. تو خونه، حالا تو خونه بودیم یا هر جا، ویلا هر چی، باز داریم یه کاری انجام میدیم و خسته میشیم و تو مسیر رفت و آمدیم کم میخوابیم و اینا. ولی بازم احساس میکنم اون بهتره. یعنی شاید مسافرت رفتنه اون خستگیه، اون خستگی که باعث تجربه یعنی اون تجربه کردن بیشترت باعث خستگیت میشه. نمیفهمم چی میگه این چی؟ همین که مثلا بری تو طبیعت، بری آشپزی کنی خودت، بری یه ذره چیزای جدید رو تو مسافرت تجربه کنی دیگه، نه اینکه لش کنی فقط استراحت کنی. اینو ولی این احساس می‌کنم این بهتره، این مسافرت درست‌تریه تا اینکه بری بیفتی. من اینو به عنوان من اینو صرفا مثلا به عنوان یه تجربه بهش نگاه می‌کنم، یعنی شاید دلم بخواد یه روزی برم مثلا تو جنگل کمپ کنم، نمیدونم. من نمیگم این، ولی میگم آقا اگه تو میری شمال نرو فقط مثلا یه کلار دشت بگیر. خب هر سری نرو مثلا فقط محمود آباد. میدونی چی میگم؟ یه ذره متفاوت عمل کن، یه ذره بیشتر سعی کن که سختی بکشی اولا و بری یه جاهایی که خیلی نرفتی قبلا، تو همون خب مازندران یا حالا گیلانش. ولی خب آدم میخواد که استراحت کنه دیگه. یعنی مثلا من خب یه ذره شاید به خاطر تفاوت مدل کاریمون هم با هم دیگه باشه. خب من مثلا در طول هفته حالت عادیم بلند میشم از خونه میرم بیرون، مثلا 10-12 ساعت خونه نیستم، بعد برمیگردم خونه. خب تو مسافرت دارم میخواد این ریتم برعکس بشه، بیشتر تو خونه باشم و تو خونه استراحت کنم. شاید راست میگی، نمیدونم، ولی من احساس میکنم مغزمونم باز احتمال زیاد گولمون میزنه یه وقت شاید. تو همین که میشینی پشت فرمون 4 ساعت رانندگی میکنی برات خسته میکنه دیگه. آره ولی من دلم میخواد که استراحتم این مدلی باشه دیگه، که من تجربه رو دوست دارم. آره خب تجربه میگم، ببین این که برم بیافتم بغل استخری و بغل مثلا آفتاب بگیرم و اینا، اولا که حوصله‌ام سر میره احساس میکنم. نه من دوست دارم اینجوری ریلکس کردن رو. خب یعنی یه سنی هم که احساس میکنم الان نباید بیافتم اونطوری آفتاب بگیرم. اوکی. یه ذره چی میگی، ولی من برای سنای بالاتر هم اون کانسپت کمپر رو یه موقع‌هایی دلم میخواد و تا حالا تجربهشو نداشتم که مثلا تو جنگل مثلا یکی دو شب برام بخوابم، هم اون کانسپتی که مثلا برم یک خونه‌ای باشه که مرتب منظم ترتمیز باشه و من مثلا کنار اون استخر لش کنم، لم بدم دیگه. ببین به قول خودت اون تجربه متفاوته دیگه از شاید کارام، ولی من میگم من بازم رو این پافشاری میکنم که من سن ما اینجا الان ریخ میشه، اب نداره، میری خونه میشوریش. البته که خونه خودت اینجا در حال خریدی و درآمد یوتیوب. خب من یه سوال قربونت برم، یه سوالی که دوست داشتم بپرسم ازت این بود که یه ویدیویی دیدم که داشت از مادر بزرگش سوال میکرد، یارو میگفتش که اگه همین الان از دنیا بری و خدا بهت بگه یه خاطره بامزه برام تعریف کن چی میگی؟ و مادر بزرگش هیچ چیزی نداشت برای تعریف کردن
و این خیلی دردناک بود. فکر کن 90 سال 80 سال عمر می‌کنی کردی آره. و هیچ خاطره بامزه‌ای نداری که بخوای تعریف کنی. این خیلی دردناک بود برام. من وقتی که این ویدیو رو دیدم این تیکش رو یه دونه پاز زدم، نشستم فکر کردم، دیدم من چی میتونم تعریف کنم. آره دیدم خیلی بس خرابه حاجی. نه من چیز بامزه دارم واسه تعریف کردم. نمیدونم، یعنی چیزی که شاید واسه خودم بامزه است. اوکیه بازم. مثلا چی میتونی بگی؟ آره یه دفعه بچه بودم، فکر کنم مثلا 4 5 6 سالم بوده. و بعد رفته بودیم مشهد. بعد تیپیکال خانواده رفته بودیم حرم بودیم. بعد زمستونم بود، هوا سرد بودش. قشنگ یادم که مثلا کاپشن و پوتین و اینا پوشیده بودم من. خب بعد کرم داری دیگه، پسر بچه اصلا نمیتونه آروم بشینه یه جا که این لب این حوضه‌ای که تو حرم هست داشتم راه میرفتم اونجا. خب بعد مامانم دید که من دارم اونجا راه میرم و بهشون گفت یعنی ولت کرده بودن؟ مثلا اونا اونور نشسته بودن من اینجا بودم دیگه. مثلا یه فاصله بود میدیدن منو، ولی خب اونا مثلا مشغول زیارت و مثلا نماز و اینا بودن، من داشتم واسه خودم بازیمو میکردم. بعد مامانم قبل اینکه برم گفت حواست باشه تو آب نیفتی یا زمستون سرده، لباسم نداری، حواست باشه. بعد من این چه بودم که خب اوکی حواسم هست، من دارم. فکر نمی‌کنم ولی حواست بوده. بعد داشتم همینجوری من اونجا بازی میکردم میرفتم اینا. بعد یه پسره اومد اونجا، شروع کردیم با هم یه بازی کردن، حرف زدیم، یه ذره دنبال بازی کردیم فلان اینا. بعد دو تایی رفتیم اون لبهه داشتیم راه میرفتیم. بعد یهو دیدم این برگشت من نگاه کرد. بعد میچیدم که خب چیکار داری میکنی. بعد یهو اینجوری منو هلم داد و من افتادم تو آب. بعد حالا شانسی که اولم اینجوری مثلا اینجوری نیافتم تو آب که کلا لباسم خیس، اینجوری جفا افتادم صرفا مثلا جفا افتاد. آره جفا افتادم مثلا تا اینجا هم خیس شدش. سرد بود و پوتینم آب رفت دیگه، کوچیک داد مثلا اندازم نمیشد دیگه. نمیدونم چه جوری بود. همون موقع مجبور شدیم رفتیم یه کفش دیگه خیلی عجیب بود. کفش دیگه اندازم نمیشد، آب رفته بود انگار. یه همچین چیزی یعنی تو ذهنمه. چقدر جالب و عجیب بود. چه پوتینای تخمی داشتی. آره واقعا. خاطرم از دبیرستان ما چیزای بامزه برطرف کردن داریم صادقانه. مثلا برای زمان خودش بامزه بوده دیگه. چیا هست واقعا یادم نمیاد. اولا که این ویدیو تایمش چقدر شد نمیدونم، یه ذره زیاد شد احساس میکنم. ولی دفعه قبلی کم بود دیگه. پارت آخره صحبتمون برای این اپیزود احتمالاً. من تنها چیزی که از دبیرستان بخوام بگم مثلا خنده داره اینه که نمیتونم تعریفش کنم اینو. خب آره این باشه بین من و خدا، بعدا براش تعریف کنم. منم میدونم احتمال زیاد. ولی نه تو نبودی. یعنی اول دبیرستانتون بودی که من نبودم؟ نه دوم بود. دوم که من بودم که. نه خب تو نبودی اونجا. آها اوکی. آره تو نبودی. این یه چیزی رو بهت گفتم با مزم نیست، یه ذره خجالت آوره شد. خب باشه همینه دیگه. اصلا اینی که من گفتم مگه الان مثلا تو اینجا جر خوردی مگه خنده؟ نه برای خودم با مزه بود. خودت آره راست میگی. اصلا خندی که الان گفتی اصلا خنده دار نبود. چی بود گفتی؟ غم انگیز بوده اتفاقا. افتادی تو حوض، خب چیکار کنم؟ اون لحظه برام استرس و چیز عجیبی داشته. باش همچنان یکی از خاطرهای بولد زندگیم بوده این مثلا. خیلی بامزه بود. خب من با این خاطره بامزه که تعریف کرد همینجا باهاتون خداحافظی بکنم. واسه این فکتایی که خواستی که یه دونه چی یادم نمیاد کدوم این قیمت این عینک ریبن متال. اونو واسه فکت می‌خواستی بگی؟ نه خب کار دارم باش. اونو بگو. خب بگو من قیمتو حالا تو بگو من شروع کنم الان قیمتو برات در میارم. این بریم سراغ فکت این قسمت از برنامه. فکتایی که میخوام بگم یه ذره راجع به دنیای تکنولوژی و اینجور چیزاست. یه چیزی که من ازم جالب بود، اولین هارد دیسکی که توی دنیا تولید شده حجمش میدونی چقدر بوده حدودی؟ اولیش؟ آره. ایده‌ای داری؟ 2 کیلوبایت؟ نه دیگه حالا اون قدم بیشتر بوده. 5 مگ بوده. 5 مگابایت. اولین هارد دیسک 5 مگابایت بوده. یعنی الان عکسایی 5 مگابایت بوده. الان بیت نبوده. بایت بوده. چیزی که یادم نوشته بود بایت بودش. خب و خیلی الان مثلا از عکسایی که با گوشیت میگیری حجمشون از این قطعا بیشتره. بعد تو مثلا این همه سالی که الان اینترنت هستش و مثلا مردم تو اینترنت دارن میگردن، ولی
چیزی که برای من جالب بود اینه که گفت 90% دیتا هایی که الان توی اینترنت هست توی مثلا شاید 3-4 سال اخیر تولید شده به خاطر هوش مصنوعی، به خاطر AI که هستش، هوش مصنوعی که هستش. انقدر مردم با اونا سر و کار دارن، انقدر محتوای جدید اونا ایجاد زیاد داره تولید میشه. چه محتوایی هم داره تولید میشه. خانم هولو آقای پیاز، نه خانم پیاز بودش. خب در آوردی اینو قیمتشو؟ آره $499 $459. جدا انقدر کمه؟ کم که برای ما که تو ایران زندگی آره خب کنیم. نه کلا دارم نه همینه. جنریشن دوش 499، جنریشن یکش $224. چقدر قیمتش ارزون تر از اون چیزیه که فکرشو میکردم. چون یه چیزی دیدم گجت ها و تکنولوژی هایی که میتونستن خیلی دنیا رو متحول کنن ولی شکست خوردن و یکی از چیزاش سال 2013 گوگل اولین بار این گوگل گلاس رو داده بودش. فهمیدم چی میگی. آره دوباره ولی داره دنیا برمیگرده مثلا. خب همون داخل 2013 مثلا گوگل همچین چیزی رو داده بوده و شکست خورده بوده. ببین یه وقتایی هست یه سری تکنولوژی‌ها میاد دنیا براش آماده نیست. آره حتی یه موزیکایی میاد، حتی یه فیلمایی میاد که دنیا براش آماده نیست. اینم همون بوده. خب آخر قیمتش نسبت به این چیزی که الان هستش هم خیلی گرون‌تره. بیشتر اون بوده. $1500 بوده شما. خب هزینه تو الان به تکنولوژیایی رسیدن که احتمالاً هزینه تولیدش اومده پایین‌تر. ولی کارایی جالبی تو داری وقتی متا ریبن رو داری راجعش صحبت می‌کنی با این قیمت، دیگه یه کمپانی هم نیست دیگه. اون موقع گوگل خودش می‌زنه. الان ریبن اومده داره با متا که خودش یه کمپانی بزرگه داره همکاری. ولی امکانات جالبی داشت، یعنی هم نوتیفای گوشی تو می آورده برات نشون میداده به قشنگ یادم نویگیشنش اون موقع من خیلی چیز پیگیر اخبار تکنولوژی بودم. چیز جالبی بوده. یه چیز دیگه ای که به نظرم خیلی عجیب غریبی و وید شدش تلویزیون سه‌بعدی بود. یهو یادته یه تایمی چقدر همه برنده داشتن تلویزیون سه‌بعدی تولید می‌کردن. بعدی که داشت این بود که چشو خسته می‌کرد. آره محتوای سه‌بعدی اولا آنچنان نبود. محتوای سه‌بعدی هم نبود، حجماش هم فکر کنم خیلی بالا بود. خیلی زیاد بودش. آره فکر کنم دیسک بلوری بود مثلا فیلمایی که می‌خریدی سه‌بعدی بود. میتونستی دانلود هم بکنی ولی من یادم که دخترم دانلود می‌کرد. میتونستی دانلود کنی. آره تو خارج فکر کنم دیسک بلوری می‌خریدن. نمیدونم. و یه چیز دیگه که خیلی عجیب غریب به نظرم هست شدش، الان مثلا خیلی تیپیکاله که رو گوشی‌های هممون سنسور فینگرپرینت هستش. خب ولی رو لپتاپ‌ها هم یک مدتی خیلی بود. هنوزم یه سری لپتاپ‌ها دارن فکر کنم. خب چرا یه اینقدر عجیب غریب فید شده شر رو لپتاپ رفت؟ این به نظر من یکی از چیزایی بود که خیلی عجیب غریب هست شد. شاید نمیدونم راستش کاربردش شاید اونقدر قوی و بالا شد. خب رو گوشی چه کاربردی داره؟ اونم همونقدر مثلا میتونه حفاظت کنه لپتاپ دیگه. یعنی چی؟ هزینه تولیدش شاید میرفته بالا. فرق نداره که اینم همونه. ببین تو الان گوشی سامسونگ رو گلسشه این که خیلی مثلا چیزایی که خب نه دیگه احتمالاً اونطوری نیست. خب تو ببین یه دونه صفحه نمایش داری میدی که روش فینگرپرینت هم سنسور فینگرپرینت هم داری. لپتاپ یه دونه صفحه نمایش داره، یه کیبورد داره، یه دونه خب این سنسور فینگرپرینت خیلی از گوشی‌ها خب رو این پاورشه دیگه. اون همون پاور رو مثلا میذارن یک دکمه اون گوشه نمیصرفیده شد. نمیدونم این تصمیمو گرفتن با خودشون که نمیصرف. یه چیزی الان بهش اشاره کردی اون موقعی، یکی از چیزایی هم که خیلی عجیب غریب شکست خورد DVD HD از بلوری شکست خورد. DVD HD چیه؟ همون یه مدل دیسک بوده که همزمان با بدون ایکس باکس سری دیسکا داشت. DVD 9 میگفتن بهش. اونه همونه تو ایران بهش گفتن DVD 9. نمیدونم که مثلا یکی از علتایی که DVD HD نوشته در برابر بلوری شکست خورد این بود که پلی استیشن دیسکاش بلوری بوده. پلی استیشن 3 اون که آره مالو دیگه پلی استیشن 3 اصلا اومد که بلوری بکنه تو چشم همه. و یه چیز دیگه که جالب بود به نظرم، من نشیدم تا الان همچین چیزی، این آیپادای اپل بودش که مثلا یه چیز اینقدری بود باش آهنگ گوش برای موزیک. مایکروسافت یه چیزی هم برای رقابت با اون داده بود، اسمش مایکروسافت زون بوده. ZUNE. اینو ندیدم. اگه عکسشون عکسشون میذارم. آره اوکی بذار زون. آره مثل که به خاطر اینکه رابط کاربری جالبتری یعنی اپل محیط کاربری جالبتری داشته، مایکروسافت همیشه اومده رقابت کنه.
به نظرم باخته. آره. تو تنها چیزی که نتونسته به بازی ویندوز بوده. بوده شاید. حتی ایکس باکس هم الان یه پروداکت لوزره به نظر نسبت به آره. پلی استیشن. اونم به خاطر نمیدونم چیه. ولی میدونم ولی ولش کن نمیخوام آره. تخصصیش کنم اونم خیلی. آره به خاطر یه چیز دیگه بودش اسمش یادم رفت. همین زون؟ نه چی؟ یه اصطلاح دیگه ای داشت یادم رفت اونش. مارکتینگ و اینا؟ نه مدیریت بعد؟ نه این رابط کاربری بود تقریبا. لومیا؟ نه لومیا بود؟ نه مثلا همین مایکروسافت زوم بودش. آها نوکیا بود با مایکروسافت گوشی میزد دیگه. لومیا بود فکر کنم آره. سیستمش ویندوز فون بود. اونم یکی از پروداکت های شکست خورده لومیا چی بود نمیدونم. مایکروسافت بودش. لومیا اسم گوشیاش بود. آره لومیا اسم گوشی بودش، مدل گوشی بود. اینم یکی از چیزایی بود که شکست خورد واسه مایکروسافت. به نظرم پروداکت جالبی میتونست باشه. عکسشو میذارم یا خودم هم چون ندیدم. یک چیز دیگه هم اون روز تو اینستا دیدم به نظرم خیلی جالب بودش. سیاره خیلی ربطی نداره اصلا به اینا. سیاره زهره خب برعکس اولا بقیه سیاره های تو منظومه شمسی میچرخه ظاهرا خلاف جهت. خب یعنی مثلا همه اینوری میچرخن اون اینوری میچرخه. خب و تایمی که دور خورشید میچرخه سریعتر از تایمیه که خودش دور خودش میچرخه. یعنی یک سالش کمتر از یک روزش طول میکشه. چقدر غیر قابل تصور. یک سالش کمتر از یه روزشه. آره. یعنی مثلا یه سالش یعنی یه دونه روز و شب بشه یه سال شده. بیشتر آره بیشتر از یک سال حتی گذشته. اینقدر سرعتش بالاست؟ سرعت چرخشش پایینه. سرعت چرخشش دور خودش آره. آها سرعت چرخشش دور خودش کمه. آها. یعنی مثلا یک سالش نوشته بود چقدر بود بذار 220 خورده ساعت مثل که طول میکشه دور خورشید بچرخه. 240 خورده ساعت طول میکشه دور خودش بچرخه. ولی زندگی تو شال میده فکر کنم. خیلی گرمه. آها گرمه دیگه. خیلی یعنی با اینکه مثلا دومین سیاره است ولی از عطارد ظاهرا خیلی روش گرم‌تره چون یه اتمسفر خیلی قوی داره و اثر گلخانه‌ای خیلی عجیب غریبی اون تو اتفاق میفته. نمیشه پس. آره. حیف شد. یه صبح تا شب وگرنه اونجا شد. خیلی عجیب میشه خیلی. آره. خب فکت تموم شد؟ تمام. خسته نباشی. منم دیگه صحبتی ندارم. این اپیزود خوب و تو لوکیشن جدید آره. بود و اینکه طولانی هم شد. دوستش داشتم. خب خدا رو شکر. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بچسبه بهتون. بچسبه قشنگ بهتون. آره. نظراتتون رو کامنت بذارید برامون. دهه از اون حمایت بکنید. همکارمون حتما بهتون پیام میدن. حتما 100% دیگه همین دیگه. کاریباری تا قسمت بعدی فلکس باکس. خدا نگهدار.